امروز میخوام چند نوع ماساژ صورت بهتون نشون بدم که هم پوستتون رو سفت میکنه، هم سرعت پیر شدن پوستتون رو کمتر میکنه. اول یکم به گردن و صورتتون روغن بزنید. حالا به سمت بالایی 20 بار این حرکت رو برای هر طرف از گردنتون انجام بدید. بعدش میریم سراغ قسمت پایینی صورت و باز هر طرف از پایین به بالا 20 بار اینجوری ماساژ میدیم. حالا میریم سراغ گونه ها. دستتون رو یه جوری کنین که انگار دارین گریه میکنین و باز 20 بار این شکلی گونه هاتون رو ماساژ بدین. این حرکت باعث خوش فرم شدن گونه هاتون هم میشه. برای خط خندتون هم این حرکت رو 20 بار انجام بدین. میرسیم به جای حساس قضیه که همون چشمان. 20 بار اینجوری با 2 تا انگشتتون دور چشمتون رو به صورت ضربه‌ای تپ تپ بزنید. آخرش هم برین سراغ پیشونی به صورت دایره‌وار این حرکت رو که الان دارین میبینین 20 بار انجام بدین. این ماساژ صورت رو هر روز بعد انجام بدین. خیلی بهتره صبح انجامش بدین که پف صورتتون هم با ماساژ بخوابونین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنید. دوستتون دارم. خدافظ.